انسانیت اصلا یه چیزش اینه که تنفر به کسی یا چیزی نداشته باشی، چون همه چی از ما بد مطلق نداریم. یه سری چیزا از دیدگاه من بده که از نظر تو بد نیست، یه سری چیزا هم از نظر تو بده که از نظر من بد نیست. به خاطر همین اگر اینو درک کنی میبینی که اصلا از هیچ کسی هیچ چیز روی کره زمین نباید متنفر شد. انسانیت اصلا یه چیزش اینه که تنفر به کسی یا چیزی نداشته باشی، چون همه چی از ما بد مطلق نداریم. یه سری چیزا از دیدگاه من بده که از نظر تو بد نیست، یه سری چیزا هم از نظر تو بده که از نظر من بد نیست. به خاطر همین اگر اینو درک کنی میبینی که اصلا از هیچ کسی هیچ چیز روی کره زمین نباید